may, might و will از جمله افعال بسیار پرکاربرد زبان انگلیسی است. در این ویدیو میخواهم درباره کاربرد و تفاوت این افعال با شما صحبت کنم. سلام و خوش آمدید به یکی دیگر از درس‌های گرامر زبان انگلیسی از چنل CBA. دوستای عزیز، از may plus verb برای نشان دادن چیز استفاده میکنیم که ممکن است در آینده و یا در حال اتفاق بیفتد، اما زیاد مطمئن نیستیم از اتفاق افتادن آنها. یعنی may plus verb امکان اتفاق افتادن چیزی را در آینده و یا در حال بیان میکنه. خب مثلا اگه داشته باشیم it may rain tomorrow، به این معناست که فردا امکان دارد باران ببارد. پس ما مطمئن نیستیم که آیا فردا باران خواهد بارید یا نه، فقط میگیم که امکانش هست. Anita may be at home now، میگه انیتا امکان دارد حالا خانه باشد. امکان دارد، اما ما مطمئن نیستیم. حالا سوال اینجاست که ما چطور بفهمیم که درباره کاری که گپ میزنیم آیا آن کار امکان دارد در آینده اتفاق بیفتد یا در زمان حال. دوستای عزیز، این موضوع شما میتونین با استفاده از تایم اکسپرشنی که در جملات استفاده میشه از اونجا تشخیص بدین. یعنی در جمله اول ما از تایم اکسپرشنی که مربوط به زمان آینده هست استفاده کردیم، پس نشان میده که این عمل ما امکان دارد در آینده اتفاق بیفته. tomorrow تایم اکسپرشنیه که برای آینده استفاده میشه. حالا جمله بعدی رو ببینین، ما از تایم اکسپرشن now استفاده کردیم. now برای زمان حال استفاده میشه، پس ما میفهمیم که یه عملی که در موردش گپ میزنیم امکان داره در زمان حال اتفاق بیفته. اما فرض کنین که ما این تایم اکسپرشن ها در جمله نداریم، یعنی فقط داریم it may rain and Anita may be at home. آیا شما میتونین حدس بزنین که عمل ها در زمان حال امکان داره اتفاق بیفته یا در زمان آینده؟ نه خیر، بسیار دشوار است که ما بتانیم حدس بزنیم که در کدام زمان اتفاق میفته بدون داشتن تایم اکسپرشن ها در جمله. و نکته بعدی که توجه داشته باشین این است که بعد از may ورب که استفاده میکنیم باید بیس فرمش باشه، باید شکل اولش باشه. حالا فعل دیگری که مترادف may است عبارت است از might، یعنی may و might هر دویشان هم معنی هستن، مترادف هم هستن. چه بگوییم it may rain tomorrow یا بگوییم it might rain tomorrow، هر دویش به یک معنی است، یعنی فردا باران خواهد بارید. may و might میتونه به عنوان به صورت جایگزینی هم در جمله استفاده شود و معنی جمله هیچ تغییری نمیکنه. Anita may be at home now، Anita امکان دارد در خانه امیال در خانه باشه و Anita might be at home now هر دویش به یک معنی است. چی بگویم maybe چه بگویم might be، هر دویش هم معنی است. حالا که فهمیدیم may و might هیچ تفاوت معنایی با هم ندارن و می توانیم آنها رو به جای یکدیگر استفاده کنیم، حالا میخوایم بدانیم که آیا may، might و will هم از نظر معنایی و کاربرد با هم یکسان هستن یا نه. در جواب باید بگویم که نه خیر، will کاربرد متفاوتی نسبت به may و might داره و ما از will زمان استفاده میکنیم که از رخ دادن چیزی مطمئن باشیم. مثلا وقتی میگیم Tom will be at the meeting tomorrow، این به این معناست که ما مطمئن هستیم که تام فردا در میتینگ یا در جلسه خواهد. اما می و مایت را زمانی به کار میبریم که از رخ دادن چیزی مطمئن نباشیم و ندانیم که آن عمل حتما رخ میدهد، بلکه فقط امکان رخ دادن آن عمل وجود داشته باشد. مثلا وقتی میگیم Miss Lee may or might be at the meeting tomorrow، این به این معناست که Miss Lee امکان دارد فردا در جلسه باشد. پس ما مطمئن نیستیم از اینکه مثلی در جلسه فردا خواهد بود یا نه، فقط امکانش وجود داره. حالت منفی may و might دوست عزیز may not و might not می باشه، یعنی در جملات منفی شما بعد از may و might کلمه not را اضافه میکنید. حالا به این دو جمله دقت داشته باشین. جمله if Miss Lee may or might be at the meeting tomorrow به این معناست که خانم لی ممکن است فردا در جلسه باشد. حالا جمله بعدی رو با هم میبینیم. Miss Lee may or might not be at the meeting tomorrow. خانم لی ممکن است فردا در جلسه نباشد.
حالت منفیش، حالت مثبتش. این دو جمله دوست عزیز اساساً یک معنا رو میرسونه. یعنی چی بگوییم که خانم لی ممکن است فردا در جلسه باشد، چی بگوییم که خانم لی ممکن است فردا در جلسه نباشد، هر دوش اساساً یک معنی رو داره. دوست عزیز دقت داشته باشید که می و مایت را یک جا با ول در یک جمله استفاده نکنید. پس این دو جمله نادرست است. یعنی گفتن نمیتونیم که Miss Lee may will be at the meeting tomorrow. ببینین ما هم می را استفاده کردیم هم will را. هر دوش را یک جا در جمله آوردیم و جمله ما نادرست است. پس در این جمله یا باید می بیایه یا باید will. یکی از این دو فعل را ما میتونیم استفاده کنیم. هر دویش را با هم یک جا آورده نمیتونیم. جمله بعدی هم نادرسته. Miss Lee might will be at the meeting tomorrow. یکی از اینا استفاده میشه. هر دویش در جمله بیایه جمله را اشتباه میکنه. رسیدیم به پایان درس امروز. لطفاً برای پاسخ دادن به کویز ویدیو را پاز یا استاپ کنید. Complete the sentences. جملات را مکمل کنید. Use will or won't if you're sure. اگر مطمئن هستین در مورد انجام کاری شما از will و won't استفاده کنین. Use may or might if you're not sure. اما اگر شما در مورد انجام کاری مطمئن نیستین شما میتونین از may و might استفاده کنین. دقت داشته باشید که هیچ جوابی اشتباه نیست و می خاطر ما answer key نداریم. یعنی این جملات را شما مطابق وضعیت خودتان پر کنید. پس ما هیچ جواب اشتباه یا غلط نداریم. بسیار تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. لایک، کامنت و شیر فراموشتان نشه. تا ویدیو و درس بعدی خدا نگهدار.